رفیقی دارم خیلی مهربونه، یعنی بین بقیه دوستان معروفه به مهربونی. یه روزی از سر دلسوزی بهش گفتم بیا اینقدر مهربون نباش، به هر حال آسیب میبینی، دنیای الان دنیای این حجم از فداکاری و محبت نیست. جواب قشنگی داد، گفت من مهربون نباشم نمیتونم. من یه آمبولانس رد میشه واسه آدمی که اون توه که غریبه است و هیچ صنمی باهاش ندارم و فقط میدونم که احتمالاً تو شرایط مناسبی نیست، دعا میکنم. من نمیتونم بد باشم. میگفت این تو ذات منه، من هر کارم کنم نمیتونم بد بشم، حتی با آدمی که بهم بدی کرده. یه جورایی انگار خدا وقتی من خلق میکرده این مهربونی رو تو من گذاشته، هیچ کاریش نمیتونم کنم. یه بیتی هست میگه چوب این حجم از محبت میکشد آخر مرا، باز هم مانند سابق مهربانی میکنه. آدمای مهربون عزیز کرده خدان، اذیتشون نکنید. یه وقت خودشون نمیتونن انتقام بگیرن، نه راهشو بلدن نه اصلا توانشو دارن، ولی خدا عوضش واسه شون جبران میکنه. خدا حواسش بهشون هست. آره